در پی بازپرسی 5 ساعته و لطوکوب ژورنالیست و بلاگر شناخته دلیر امامعلی از جانب مقامات نویه شومنصور شهر دوشنبه، یک گروه سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان لطوکوب فشار و زیر تهدید پا کردن چند مطلب این ژورنالیست در تاریخ 4 ایون، همچنین لطوکوب خبرنگاران رادیوی آزادی و از آنها مصادره کردن تلفن و دستگاه‌های نواربرداری، مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگار آزیا پلوس رمزی میرزابیکووا را محکوم کرده از این حادثه و اظهار نگرانی کردند. در این اظهارات که روز 6 ایون از نام 10 سازمان نشر شد گفته می شود تاجیکستان همچون کشور دموکراتی و حقوق بنیاد در قانونگذاری خود از جمله کنستیتوسیا آزادی بیان را ضمانت یا کفالت داده، سنزور از جمله سنزور دولتی را منع کرده است. از این لحاظ نقض حقوق روزنامه‌نگار و بلاگ نویسان از سوی مقامات حفظ حقوق و نهادهای دیگر نارواست. ذکر شده است که در تاجیکستان مانع شدن به فعالیت قانونی کسبی روزنامه‌نگاری را جنایت اعتراف کرده، برای چنین عمل در ماده 162 کودکس جنایتی جمهوری جزا مقرر کرده است. سازمان‌های روزنامه‌نگاری این گونه فشار و تعقیب، لطوکوب و مانع شدن به فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را خلاف منفعت‌های ملی تاجیکستان دانسته، مطمئنند که این کار از سوی مقامات دولتی باعث پش شدن آبروی بین المللی تاجیکستان و رهبری سیاسی آن در سطح منطقه و جهان می شود. سازمان‌های روزنامه‌نگاری قضیه‌های وقت‌های اخیر و فشار به آزادی بیان و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان همچنین معیار کنستیتوسیونی دانسته ادامه یافتن آن را به ضرر جامعه تاجیکستان می‌دانند، خصوصا در شرایط امروز منطقه و جهان. سازمان‌های روزنامه‌نگاری بر اینند که آزادی بیان ارزش بی‌نظیر است و نباید تحت حادثه‌ها و بهانه‌های دیگر به فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مانع‌گذاری شود. با نشر این اظهارات مشترک و بیان نگرانی از وضع به عمل آمده، سازمان‌های روزنامه‌نگاری ضرور می‌دانند که فشار و تهدید و تعقیب و لطوکوب ژورنالیستان در تاجیکستان بس کرده شود. مقامات از جمله مقامات حفظ حقوق قانونگذاری کشور را در ساحه واسطه‌های اخبار عامه رعایت کنند و به قانون شکنی راه ندهند. عاملان نقض حقوق روزنامه‌نگاران به جوابگری کشیده شوند. قضیه‌های مانع شدن به فعالیت قانونی کسبی روزنامه‌نگاران از سوی مقامات ضددخل، موشکافانه تحقیق و عاملان این اعمال موافق قانونگذاری به جوابگری کشیده شوند. مقامات دولتی باید به این گونه قضیه‌ها جدی برخورد کنند و عاملان آن را پیدا و برای جامعه معرفی کنند. دلیر امامعلی روز 4 ایون با نشر یک ویدیو خبر داد که روز 4 ایون سال 2022 از ساعت 11 تا 5 ساعت از جانب مقامات حفظ حقوق نویه شومنصور بازپرسی شده است. دلیر امامعلی گفت در جریان این بازپرسی نسبتش از خشونت هم کار گرفتند و چند مشت و شپاتی به سر و رویش زدند. دلیر امامعلی گفت بازپرسی در موضوع دو ویدیوی اخیر او درباره وضع خانواده‌های بود که خانواده‌شان را در محله پنجشیر نویه شومنصور چاپ کردند. او گفت از وی همچنین خواهش و طلب کردند که هر دو ویدیو را از پنجشیر از شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب پاک کند. هم خواهش بود و هم طلب و ما این ویدیوها را گرفتیم، گفت دلیر امامعلی. این ژورنالیست و بلاگر جوان تاجیک در چند ماه اخیر با سلسله ویدیوهایش در موضوع داغ جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی برپا کرد و در یک مدت کوتاه شماره ابونچیان کانال دلیر امامعلی در یوتیوب قریب به 140,000 نفر رسید.